میگیری. بفرمایید. این راجع به مادر گفته بود دیگه بگین. ببین شما وقتی که مادری، حالا هر فرق نمیکنه، پدری میاد دست میکشه سر بچهش، احساسات قلبی پدر از طریق چاکرای دست چپ که سمت قلبه به صورت موج و فرکانس میاد تو حائل الکترومغناطیسی فرزند. این به صورت یک احساس و انرژی منتقل میشه. بس انرژی درمانی هم همینه. یعنی انسان انقدر نسبت به دیگران عشق داشته باشه که بدون هیچ گونه تمتعی میاد و دوست داره که به همه عشق بده. عشق یعنی سلامتی. درست. به نوعی میخواد وقتی که گرم محبت بده. من الان دارم صحبت میکنم که دستم گرم شد. گرما یعنی انرژی. الان مثلا من خودم مثلا با الکترومغناطیسی درمانی میتونم سردرد رو مثلا راحت خوب کنم. این روش تمرین کردم. مثلا روی پرت نشه صحبتم. چاکرا هر کدومش بازتاب فرکانسی داره و چون از طریق 4 عنصر طبیعت وصل به نیروهای ماورا طبیعه، آب و باد، خاک و آتش، به این خاطر شما به نوعی وصل به نیروهای روحانی و الهی از طریق این 7 چاکرا، از طریق چاکراها و عناصر طبیعت. 4 عنصر طبیعت. 4 عنصر طبیعت. عناصر طبیعت مختص ذات پروردگاره و این طبیعته که به ما انرژی میده و باعث میشه که ما سلامت بمونیم. نیروهای روحانی توی 7 چاکرا به صورت چرخشی حرکت میکنه و تا چاکرای سر که حالا اگر بتونی چاکرای سر رو باز کنی خیلی از مسائلی که دیگران نمیفهمن و نمیبینن شما میبینی. مرتضی هندی یا مثلا کسایی که ارتباط روحانی خیلی قوی دارن میتونن رو آب مثلا طرف راه میره یا مثلا کارهای انجام میده که محیرالعقول برای ما که مثلا آدم عامی هستیم میشه تمرین کرد، چون همه ما این چیزا رو داریم، همین توانایی رو داریم، میتونیم استفاده کنیم. چاکرای پایه عنصرش خاکه، یک کریستال داره به نام مرجان، فکر میکنم مرجان باشه یا کوارتز باشه نمیدونم، ولی این بازتاب فرکانسی کریستال درمانی میتونه اون چاکرا رو باز کنه. بین میشه گفت بین مقعد و بیضه است، یعنی اون قسمت یه نیروی چرخشی که به سمت پایین باز میشه. به نوعی دردهای مفصلی پایین رو، زانوها رو کنترل میکنه. اگر شخصی مشکل جنسی داشته باشه، چاکرای پایه به خاطر اینکه از این عضو که نیروی روحانی درش هست استفاده در واقع خارج از مسائل عرفانی و روحانی کردی، نیروی الهی در اون بسته میشه. ارتباط بین چاکرای پایه با چاکرای دوم، سوم، چهارم تا هفتم بسته میشه و این نیروها اینجا مسدود میشه. این نیروها چون نزدیک غده درون‌ریز بدنه، پروستات رو، رحم خانوما رو، بعد رکتوم رو، انتهای روده بزرگ رو، اینا رو کنترل میکنه. وقتی مسدود بشه به مرور زمان شما مستعد میشی یک سری بیماری ها رو بگیری، مثل پروستات. میگه همه مردا دارن، بیشتر مردا. چرا؟ چون یک سری مسائل انحرافات جنسی زیاد شده. بعد ما روی عادت کردیم روی مبل بشینیم. من اینجوری فکر میکنم که ما باید روی خاک بشینیم، زمین بشینیم. چرا؟ چون فرکانس های منفی از طریق چاکرای پایه باید به خاک منتقل بشه، تخلیه بشه. همینطور وقتی شما مشروب میخوری یا مثلا یه سری موارد دیگه داری، چاکرای شکم بسته میشه، چاکرای دوم. اون که بسته میشه باز یه سری اختلالات دیگه گوارشی شما پیدا میکنید، مثل زخم معده یا یه سری مسائل دیگه. این چون یه چیزی که دکترها نمیتونن روش، بحث متافیزیک و شرایط مجازی داره، شما نمیتونی به طور قطع روش نظر بدی و یه مقداری درکش شاید سخت باشه، برای همه قابل هضم نیست. همینطوره میاد بالا چاکرای سینه، چاکرای چهارم که قلب میشه. چاکرای چهارم سه تا چاکرای پایین رو کنترل میکنه و ارتباط میده با سه تا چاکرای بالا. سه تا چاکرای پایین بود خاک داره، سه تا چاکرای بالا بود روحانی داره. چاکرای بالا گلو میشه، چشم سوم میشه و چاکرای تاج سر میشه که هفتمه. وقتی شما دروغ میگی، فحش میگی
یا مثلا غیبت میکنید چاکرای گلو بسته میشه. چاکرای گلو سینوس و مخاط دهان لثه و گوش و حلق و بینی و اینا رو کنترل میکنه. اون کنترل یا به وسیله غدد درونریزیه که تیروئید هست اونو کنترل میکنه. اگر اون نیرو مسدود بشه اختلال توی ترشح غدد به وجود میاد. حالا این یه بحث پیچیده‌ای که ما هرچی از طبیعت اصلیمون که نیروهای الهی و روحانی دور میشیم بیشتر مستعد مریضی و گرفتاری میشیم. تا میتونه باید سعی کنه به اصل خودش برگرده، به اصل خودش همیشه فکر کنه و همیشه خودش رو از خدا دور نکنه. که از نیستان تا مرا ببریدن. ما 7 چاکرا داریم، 7 غده درونریز داریم، میگن 7 آسمون داریم، 7 بار صفا و مروه رو توی مکه طی میکنن و دور کعبه میچرخن. عدد 7 خیلی مقدسه و 7 نقطه بدن وقتی که در حالت سجده نماز میخونی رو خاک قرار میگیره. اینا همه حکمت داره. همه بر اساس یه سری مسائلی که برای سلامتی خودمون در واقع تعریف شده است. خیلی دفعه زنجیر وردی حرکت میکرد. آره اون بود فرکانسی نشون میداد. حتی از ذهن نه بردم، نه همون می‌خواستم چاکرا رو. بعد چاکرای 7 چاکرای بدن رو کف دست چپه. این قسمت مسائل جنسی رو نشون میده. چاکرای دوم، چاکرای سوم، چهارم، پنجم و ششم. من بازتاب فرکانسی اینا هفتم میشه کف دست. کف دست وقتی که چاکر در چرخش باشه اون حالا میگن آونگ، یه چیزی از شبیه آونگ، یه چیزی داره کش دست میشه. اون نیروی فرکانسی میتونه اینو به حرکت در. تو بحث ماساژهای چینی این انگشت بالاترین فرکانس داره. این انگشت علاوه بر این که میتونه قوی ترین فشار رو روی نقاط رفلکسی وارد کنه، همینطور هم یک نیروی الکترومغناطیسی به اون قسمت وارد میکنه که تا عمق بدن نفوذ میکنه تو بحث ماساژهای رفلکسی. حالا میگم اینقدر ما نیرو اینقدر درون خودمون نیروهایی داریم که اصلا نمیشناسیم واقعا خودمون که چقدر میتونیم از این نیروهامون استفاده کنیم. کسی مثلا دیوید کاپرفیلد یا مثلا کسایی که کارهای خیلی شگفت انگیز میکنن به این نیروهای درونی خودشون و به روح خودشون پی بردن و از اون نیروها دارن کمک میگیرن که خودشون رو اینطوری میتونن از دیوار رد بشن یا مثلا خیلی کارهای شگفت انگیز انجام بدن. خیلی جالبه بس انرژی. حالا منم میگم زیادم تو این قضیه اطلاعات ندارم، اما خیلی جزئی مثلا یه مطالعه جزئی کردم میشه، ولی برداشت ذهنی خودم نسبت به این قضیه تا حدود شخصیه، تجربه شخصی. حتی تو بحث ماساژ دادن افراد شما اون صورت اگر من اون صورتم آب اسفندی هستم، اگر شخصی رو که مثلا اسفندی ماساژ بده یک طور چون بحث آب و آب با هم سازگاری داره شما به نوعی از تو بحث متافیزیک انرژی رو وارد میکنه به طرف و این باعث آرامش روحی و خواب رفتن طرف میشه. یه کار تکنیکالی تو سبک خاص ماساژ، در کنارش انرژی منتقل کردن تو حائل انرژی اصیلی فرده که طرف وقتی ماساژ مثلا تو رفلکس های کمر مثلا طرف یو مثلا میری تو کما، اینقدر تو آرامش قرار میگیره، کاملا میخوابه. چون عشق خیلی مهمه، کسی که به هر کاری عشق داشته باشه خواهی نخواهی یک فرکانس مثبتی میده. مثلا مادر اگر شعر میگه از درون نسبت به شعر عشق داره، عشق انسان رو وصل میکنه به نیروهای ماورالطبیعه و طرف از درون میجوشه، از درون یهو به اون چیزی که علاقه داره یهو اصلا خبره میشه. شاید بقیه مثلا تو اون قضیه خیلی ضعیف باشن، ولی به هر چیزی عشق داشته باشی خدا از درون متحولت میکنه. خدا یعنی عشق. من اجازه بدید برم، بچه‌ها خونه منتظرم. فریبرز خیلی